حضور داریم. بعد خانم لگ پا میشه میاد اینجا میشینه. معذرت میخوام ببخشید. چطور روزایی که من هستم میخوام تا حرف بزنم برگردم تا میخوای حرف بزنم شما یک سر حرف تو حقوق داری میگیری. من نمیگه رو سر من. شما دو کلمه حرف میزنید. آقا کارگردان بگین عوض کن. آقا محمد اینجا خوابیده. آشاری خوابیده همه خوابن اینجا خسته شدن دست تو. دو کلمه شروع کنم من بیام. ما آدم نیستیم که برگ چغون داریم. لحظه صبر کن نمیتونی شروع کنم من بیام. چرا یه رو ساکت باش. میتونستم بگم؟ خیت شدی یه قوطی کبریت شدی؟ حرف میزنه. آره. چی مثل بچه کوچیکا خیت شدی یا بس کبریت شدی؟ یه قوطی کبریت شدی خیت شدی؟ بچه ابتدایی نمیمونه. آینه برگشت. متینه؟ وای چی شد؟ تو متن نخوندی اومد اینجا؟ من خوندن اصلا نمیخوام. من فقط یه نگاه بندازم کافی عمل میرم. بابا تو میخونی عمل میشم. ساکت بشین وقت برنامه تلف شد. با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیویزیون کله‌قند. امشب در خدمت جناب آقای دکتر پاک شد. بعد خونده بودی ها؟ نه اسم شما نصب ببین تقصیر منه نیست. هیچی نیست. بله اسمم دکتر. خالی دکتر؟ آره. چیزی اسم شما خالی دکتره. اون موقع من میگفتم من اسمم خانم مجری شما دو ساعت خندیدی من مسخره که دست انداختی. بخاطر اینکه دکتر میتونه اسم بشه اما مجری نمیتونه اسم بشه. چرا دکتر وقتی میتونه مجری هم میتونه دیگه لقب دیگه. ببخشید من از بچگی اسم من دکتر بود. آره از همون موقع نینی بودی اسم دکتر بود. از همون موقع نینی بودم اسمم دکتر بود. بابا تو بغل میکنه گفت دکتر بابا قند بابا اصل بابا دکتر بابا. آره اینجوری میگه دکتر بابا اینجوری میگه. آره خیت شدی. خیت شدم. مثلا تو صدا میزد که دکتر برو مشقات بنویس برو 2 تا نون بگی دکتر. آره شما چجوری از اول برنامه اومدی تا حالا 100 تا اسم عوض کردی؟ دوست داشتم عوض کنم به تو مربوط نمیشه. الان اسم نداری آقای دکتر شدی؟ 100 تا برنامه اصلا تو ناشناسی. من الان خانم مجری بودم مسخره میکردی منو. به خاطر اینکه من دکترای زیادی دارم. دکترای زیاد اسمت چی؟ اسمت عوض میشد. هر حرف نزن متن بخون. خجالتم نمیشه مثلا دکتره. همونطور که میدونید عزیزان ورزش نقش بسیار مهمی در سلامت ماها داره. همه یعنی باید ورزش کنن حتی خود ورزشکارا. نیست آقای دکتر؟ بله همونطور که شما فرمودین با تشکر از شما مجری محترم و مسلط. همونطور که فرمودین هر ورزش دوستی بالقوه میتونه یک ورزشکار باشه به خصوص بانوان محترمه و مکرمه. بله اشاره کردید به بانوان محترمه و مکرمه. اینکه شما میدونید اولین ورزشکار زن تاریخ کی بود؟ شما نبودی؟ من که تازه از شنبه میخوام شروع کنم. این تازه چیز بود دویدم بود. بفرمایید. باشه. بله کاملا درست فهمیدید. بین مورخا در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. بله. اما خب شواهد نشون میده که ورزش بین خانم‌ها از دیرباز رواج داشته. دیرباز مثلا دوره قاجار. مثلا دوره قاجار نه. دوره قاجار مثلا مردم دیگه مثلا بانوها خیلی ورزش میکردن. یارو میگه مثلا زغال مثلا علو میکردن اینجوری میچرخیدن ورزششون هم بود. مثلا چاق میکردن. چی زغالا؟ زغال مگه چاق میشه؟ قلیون که همونجوری هست چاق نمیشه. شیشه نیست مگه؟ یوز بکشن چاق میشه. زغال هرچی بسوزه آب میشه چاق نمیشه. خب یه سری چیزا که نمیتونم به تو بگم اینجا نمیشه کرد. نه اما خب ورزش از دیرباز بود. یعنی از دوران عصر حجر ورزش بین بانوها رواج داشت. از عصر حجر. بسیار عالی. سند تاریخی هم داریم استاد؟ بله یه مورخ اوگاندایی به نام خانم تینجانی شاغول قولجان. بله تینجانی شاغول قولجان. خب بله در صفحه 234 خودش آورده که اولین زن در زمان عصر حجر بودش. و خیلی کتاب قطوری هم هستش. میشه این کتاب قطور رو به ما و بینندگان عزیز نشون بدید؟ اینجا؟ آره دیگه. اب نداره؟ نه مشکل نیست. بینندگان و شنوندگان ما شاید دوست داشته باشن این کتاب ببینن. باش. کتابو بیارین داخل. دارن میارن؟ آره کتاب میارن. اینه؟ آره این کتاب. وای اینقدر قطور؟ آره این کتاب. اینو نیارین. اینو ببرین. ببر پسر ببر. ببرین یواش ببر. اینقدر قطور بود. آره این تازه ترجمه شه. اصل کتابش که خانم تینجانی شاغول قولجان نوشتن اصلا کتابش مثلا قطورتر. اگه اصلش هم هست. اون کتاب اصلا بیارین. آقا مواظب باشین خیلی قطوره. آره. تازه بیا آوردی؟ وای نه ببرین. نه صبر کن این جلد یکشه تازه. این 14 جلد داره. نه همین به همون بس بود. دست شما در نکن آقا بفرمایید. آقا بفرمایید خیلی قطوره. این چیه؟ شما همه این کتاب خوندین؟ بعد من همه کتاب اگه اجازه بدید دوباره کتاب بیارم بخونم. نه یه اگه چیز یادداشت نداشتین؟ چه مینوت هم برداشتم. همون صفحه 200 و چند بود 34 بود همون رو بخونین. بله اگه اجازه بدید من بعد از اون متن باز بشه ما که اصلا کلا نیستیم. بفرمایید.
با اجازه شما. خواهش میکنم. آقای کارگردان با اجازه. همونجا با اجازه. آقا مخلصیم. پس یه خواهی نکنید. باش. بفرمایید. میشم رفیقم. خب بله و مرد اصل حجری خسته و کوفته از اضافه کاری برگشته بود خونه. خانومش تا اونو دید گفت ببخشید میخواید من نقش خانومشو بازی کنم؟ نه تو متن درست است. متن عادی نمیتونی بخونی. این که نمیتونی بخونی. چرا نمیتونم بخونم؟ چون میخوای امتحان کن. هست این متن کپی هم اینجا داره. اجازه به من، باید اجازه بگم. آقای کارگردان میتونه بخونه؟ نمیتونم. آره یه بار اشکال نداره بفرمایید. دیدی؟ خب من چیز تیپ اصل حجری بگیرم. من تیپ اصل حجری میگم. یه لحظه ببخشید. یه لحظه ببخشید. هرچی من میگم تو میگی یه چیز دیگه از خودت ابداع نداری بگی. همین خوبه دیگه چیز ندارم اصل حجری. خوبه؟ آقای کارگردان خوبه؟ بله خب بریم. دیالوگو اینجا هم گذاشتم برای من کپی زدن مال شما رو. آره من گفتم کپی بزن چون اینجا شما بی سواد بودی. خجالت بکش آقا. چه؟ اینجوری چرا کردی خودتو؟ اصل حجری اینجوری بود. اصل حجری عینک داشتن. آره این عینک جدی منه. برده بابا اینک جدی من جدی من اصل حجر بودا. ببین اصلا چیز غیر قابل باوره. برده عینک نیستش بابا. علیکیم تو چیکار داری؟ میتونم عینک بزنم؟ بله اون کلاه میتونیم بزنید سرتون. اصل حجر عینک و اینجوری کلاه داشتن لباس نداشتن بپوشن کلاه داشتن عینک داشتن. بله خب بفرمایید. همه کار میتونی بکنی. من فقط هیچ کار نمیتونم بکنم. همینه. از اینجا با شروع این شما این توی. اینجا زنه نوشته منم. خب باش. تا الان کجا بودی مرد؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ من حوصله‌ام سر رفت. کی میخوای واسه من گوشی بخری؟ صبر کن قطع کن دوربین قطع کن. چی داری میگی؟ اینجوری چرا داری میکنی؟ کنار من نمیبینمش. من نیاز نیست ببینی. اون متن تو درست بخون بابا. اصل حجریه. اینجوری روز نخون. باشه. من بروز خوندم. خیلی بروز بود. الان درست میکنم نگران نباشید. تا الان کجا بودی مرد؟ من چقدر تو خانه تنهایی خودم باشم حوصله‌ام سر رفت. واسه این برق کی اختراع میشه؟ نه رادیویی نه تلویزیونی. این شد زندگی؟ اینترنت نگفتی ها. حالا یکی جا انداخت. اینا بود بگی. اینا مفهومه. نه رادیویی نه تلویزیونی نه اینترنتی. اینم شد زندگی؟ ناهار چی داریم خانم؟ من تازه از سر کار برگشتم. خسته شدم از بس سنگ جابجا کردم کنار رودخونه. گفتی؟ تموم نشد. کنار گفتم نهار هیچی نداریم. برو خونه یه ننت نهار بخور. تو همش فکر کار خودتی. بس که واسه طلا و موبایل میخری. مگه من چه فخری با فخری خانم دارم؟ فخری خانم کیه؟ همین همسایه بغلیمون. بخون. مردم شوهر دارن منم شوهر دارم. 2 سال از این غار بیرون نرفتیم. یه سفری چیزی گوشیم چی شد؟ گوشی. خانم من یه کارمند دون پایه اداره سنگشکنی هستم. 3 ماه حقوق هم ندادن. پولم کجا بود برات گوشی بخرم؟ علیکی حرف نزن. من از زندگی گله‌مندم. نمیبخشمت مرد. تو من آوردی تو این کار گفتی خوشبختت میکنم ولی بدبختم کردی. مهریه‌مو میذارم اجرا. اول آشناییمون یادم میاد گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد. آواز نخون واسه من کلی خواستگار دکتر و مهندس داشتم. تاجرم بودن. همشون از توی کج و کله بهتر بودن. تکلیفمو روشن کن. مهریه‌مو میذارم اجرا یا طلا و موبایل بخر. چی میگی؟ اینجا نوشته تو خب. چقدر بد بازی میکنی؟ شما خیلی قشنگ بازی میکنی؟ آقا صبر کن. فکر کنه چی بازی کردی؟ یه صبر کن. لئوناردو دیکاپریوه واسه من. صبر کن. آقا کارگردان این بد بازی نکرد. من بد بازی کردم یا این؟ بله افتضاح بودی خانم. دیدی؟ بله افتضاح بودی. تو این افتضاح بودی. اصلا بازی نکرد. خیلی بازی زیرپوستی و زیبایی داشت. این پوستش که کلا پوشیده بود. زیر پوستیش کجا بود؟ نه همون زیرپوستیه دیگه. بفهمم دیدی؟ بله بریم. بله با تشکر که از شما که کتاب خانم تینجانی شاغل قوجان گرفتین اینجوری بازی کردین. زنه چیکار کرد وقتی شوهر اینا رو گفت؟ در این لحظه تاریخی بعد خانم خب رو مثلا داداشش خیلی حساس بود. رو داداشش همه حساسم. من خودم هم حساسم. بعد به داداشش یه حرفی زد. بعد زنه یه بشقاب این میشه مثلا این میشه خب اینو پرتاب کرد. مثلا چون اینجا باید مردم ببینن اینو پرتاب کن مثلا ببینن. معذرت میخوام. ایشون خودشون گفتن اینجوری پرتاب کرد. چی شد بعدش؟ بعدش یه دستش شکست. شوهر دستش شکست. ولی خود به شکم میتونه دست نخورد. شکم من که نمیشکنه. بله مجبورم دستم بشکنه. بله. بعد خورد به دستم
دست من نه به دست دست اون مرد شوهر عصر حجریه. دست مرد خورد به دستش بعد یارو گرفت کمون کرد خورد به سرش سر شکست کمون کرد خورد به پاش پاش شکست کمون کرد خورد به این پاش من شکست اینجوری نزدم و میشه دوباره امتحان کنم؟ نه دیگه نه نمیتونه امتحان کنه خب بعد چیکار کرد شوهری؟ بعد شوهر واسه زرش هم گوشی خرید هم اینترنت واسش گرفت هم واسش طلا مالا خرید خب بدبخت از اول میرفتی طلا و جواهر و نمیدونم گوشی اینا رو میخریدی دیگه چرا خود صدمه زدین سر و دست و پا و اینا زنش مریهش هم گذاشتش اوه چه جور خب از اول این کارو بکنین آقایون عزیز از اول این کارا رو بکنین کار به دعوا کتککاری اینا نکشه اگه هم شک و شبهه‌ای براتون پیش اومد میتونین به کتاب سرکار خانم دکتر تینجانی شاقول قلجان مراجعه کنین نه اون که در دسترس نیست کتابش نیستش که یه نسخه میشه نیستش و چیکار باید بکنن اون بود به شماره تینجانی زنگ نه شماره اینجا تبلیغ میشه چرا میتونه زنگ بزنه به شما نه شماره نمیدونی به تو ربطی نداره که میتونه زنگ بزنه آقا میتونه زنگ بزنه بله بله میتونه نه زنگ شما میگین تبلیغ میشه میتونه زنگ بزنه چیکار نه اشکال نداره چرا شمارهشو من میدم 09 ستاره 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 4 شماره آخر 4 تا مربع زنگ دیگه بزن شماره نیست زنگ زدم الو جا به همین ها. شماره زنگ زدم من مدیر برنامه‌اش هستم آره کتاب میخواد شعبه داری به همین شماره که چند شعبه داری ببین با جا داشته باشی کتاب قطورا جلد چند میخوای باش میارم برات نوکرتم داداش فدایی داری ببخشید الان تازه همین شماره گفتی همین الان زنگ زدم به شما دوباره زنگ زد الان میشه جواب ندی وسط برنامه هستی بذار من تموم بشه من میتونم جواب بدم به وقت برنامه چی بود حرف میزنیم دیگه این تو داره اگه خیلی برنامه حالی میشد زودتر میامدی نه آره تو هیچ حالی نه با تو نیستم گفتی همه تو کتاب نوشته بودی کاغذ نوت برداری کردی آره نوت برداری کردم اینا هم از کتاب کردم چی میگی واسه من بزنم چی میگی تو میگی من این کتاب گرفتم ترجمه کردم اصلا تو تو بی سواد بودی از اون متن نتونستی بخونی آقای مترجم کدوم مترجمی مثلا تو ذهنش میاد که اون اسناد عینک داشتن اسناد عینک داشتن کلاه داشتن لباس نداشتن ببین برگ میپوشیدن که تو شعورت نمیرسه تو شعورت میرسه بله تو عقلت به اونجا قد نمیده عقل تو قد میده آره عقل من قد میده عقل تو قد نمیده تو انتخاب کنی تو اس داری دکتر اصلا حجره بسکوتشون اس داشتن تو اس نداری تو اس داری دکتر دکتر